مقامات تاجیکستان میگویند با هدف کم کردن دبوتاز ده هزار صاحبکار و آسان کردن کارشان شماره نهادهایی را کاهش دادند که هر سری چند وقت فعالیت صاحبکاران را تفتیش میکنند. کاهش نظارت را از نهادهای نظارتی عرصه کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی تاجیکستان شروع کردند. بر اساس یک قرار حکومت که ماه پیش امضا شده است، یک باره 4 نهاد نظارتی را از بین بردند و در زمینه آنها فقط یک اداره تأسیس دادند که فعالیت همه آنها را اجرا میکند. در این قرار آمده است در زمینه خدمات نظارت دولتی بیطاری، خدمات دولتی فیتوسانیتری، خدمات دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی فقط یک نهاد خدمات نظارت دولتی به خطری عضوخواری را تأسیس دادند که این نهاد تابع وزارت کشاورزی است و مسئولیت‌های همه آنها را یک می‌کند. در تاجیکستان مسئله تفتیش فعالیت صاحبکاران و تاجران و شرکت‌ها یکی از مسائل دردناک است که سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود. صاحبکاران می‌گویند روزهای درازشان را برای صحبت و کاغذسپاری و رسمیات به نهادهای تفتیشاتی صرف می‌کنند و کارشان یک طرف می‌ماند که بر ضرر تجارت است. در گذشته هم سازمان‌های بین‌المللی مالیوی که به تاجیکستان برای اصلاحات اقتصادی کمک می‌کنند گفتند سنجش و تفتیش زیاد کمر صاحبکاران تاجیک را می‌شکند. در تاجیکستان 37 مقام وکالتدار هست که حق دارند کار شرکت یا صاحبکاری را بسنجند. حتی مقام وکالتدار دولتی وجود دارد که وظیفش سنجیدن اجازتنامه ها است که خود دولت یا نهاد دیگری دولتی داده است. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی که مسئولیتش فراهم کردن شرایط مناسب برای تجارت و سرمایه‌گذاری در تاجیکستان است، میگوید سال 2016 مقامات سنجشی تقریباً 300,000 بار به قول سوبیکت‌های خواجگیدار یا شرکت و مؤسسه و انشاءات و اموال آنها را تفتیش کردند. یعنی به حساب دیگر مقامات نظارتی تاجیکستان روزانه 800 سنجش گذراندند و صدها صاحبکار یا رهبر کار خود را گذاشته و روزی خود را با مقامات سنجشی سپری کردند. مقامات تاجیکستان میگویند امسال برعکس سالهای پیشین در مجموع 71362 سنجش به نقشه گرفته است که در مقایسه با سال 2016 3.5 مراتب کمتر است.